اشتباه بزرگی که مسعود رجبی کرد اینه که رازی رو نمیدونست. راز چی بود؟ راز این بود که مجاهدین خلق نمیدونستن که حکومت جمهوری اسلامی رو نمیتونه توش قیام کنه. پس خیلی ساده ای. در جمهوری مسیحی شما نمیتونه قیام کنه، در جمهوری یهودی شما نمیتونه قیام کنه. یعنی در اسرائیل کسی قیام کنه میتونن بکشنش، بهش میگن محاربه، بهش میگن که مفسد فی الارض، یعنی یک مدرک رسمی تمام ادیانه، یعنی هیچ چیزی جمهوری اسلامی نداره. مسعود رجبی نمیدونست که میگن 98% جمهوری اسلامی گفتن آره، ما میگیم 51%. 51% جامعه تحت خمینی بود، باور به اسلام داشت و رأی به جمهوری اسلامی. طالبانی هر چی مسعود رجبی گفت شما وقتی الان قیام میکنی به جرم محارب میگیرن و میکشن، قبول نکرد. و دقیقاً سال 60 به جرم محارب و مفسد فی الارض کشتاری تولید شد که هیچ ربطی به سال 67 نداشت. برای همین گفتم سال 60 و 67 اینقدر تفاوت در کشتارشون.